سلام دوست هنری من. به پارت دوم آموزش طراحی این چشم زیبا خوش اومدی. خوشحال میشم تا آخر ویدیو با من همراه باشی. با نوک تیز کنته ماریس مژه ها رو مشخص کردم و با یه قلمو پودر اضافهش رو فید میکنم. دوباره این کار رو انجام میدم. قسمت هایی که احتیاج به تیرگی داره تیره میکنم. قسمت هایی که احتیاج به سایه داره با قلم و سایه‌اش رو میذارم. اگه توجه کنی من پودر رو توی چند مرحله روی کار میارم. دوباره به مدلم نگاه میکنم. هر جا که مژه ها تیرگی شدیدتری داره اون تیرگی ها رو میذارم. این کار رو چندین بار انجام میدیم و همینجور که داریم انجام میدیم به مدلمون هم نگاه میکنیم. با یه قلمو قسمت‌های بالای پلک چشم رو مشخص میکنیم. هر جا که خط بود خطا رو با مقدار پودر میذاریم. قسمت پایینم مشخص میکنیم. تمام خطوطی که برای پوست و پلک هست رو همه رو مشخص میکنیم. با مفکو شروع میکنیم به گذاشتن بافت های پلک بالا. همینجور که بافت ها رو میذاریم به مدلمون هم نگاه میکنیم. زمانی که پودر برمیداریم از مفکانمون هم تست میگیریم که پودر زیادی روی کارمون نیاد. اگه توجه کنی همینجور که تیرگی ها رو میذارم و پودر برمیدارم از مفکانم تست میگیرم. خیلی آروم آروم این کار رو انجام میدیم. با کنته ماریس شروع میکنم به حجم دادن پلک بالا و به کنتم هم فشار نمیارم و با یه قلمو پودر اضافهش رو فید میکنم. با کنته ماریس دوباره اون قسمت رو شارژ میکنم و این بار یک مقدار با فشار دست بیشتر. برای کار طراحی، برای اینکه به نتیجه بهتری برسیم بهتر مراحل تیرگی رو قدم به قدم جلو بریم تا بهتر متوجه بشیم چه قسمت‌هایی از کارم احتیاج به تیرگی بیشتری داره. اگر از این پست خوشتون من خوشحال میشم با لایک و کامنت از من حمایت کنید.